متاخر گوش کنین. یک خانواده پاکستانی در شهر وسترپخ در اسن در شب واینختین سال گذشته، یعنی در دسامبر 2023، یک خانه سه منزلی خود آتش زدن. روی دیوارای خانه خام نوشته کرده بودن اوسلند غوث اوسلند غوث، که پلیس فکر کنه که این آتش سوزی کار نجات پرستای کسایی که ضد مهاجرینن، که همین بوده. پلیس اول میته باور کرده. خب اینا بعدش هم خود گفته بودن ما به خونه نبودیم، واینختین بوده، بیرون بودیم و نجات پرستا اومدن خونه ما آتش زدن. مردم علیه برای از اینا همدردی کردن. چندین تظاهرات علیه نجات پرستا در این منطقه جلوی رو خونه از اینا برگزار شده که با اینا همدردی کنن که خونه از اینا آتش سوزی شده. بعد از چند ماه تحقیقات، حالا پلیس دریافته که خود این خانواده خونه خود آتش زدن و این اوسلند غوث هم نوشته کردن که پلیس گمراه کنن که کار نجات پرستاست، به خاطر از اینکه کارهای قرارداد بیمه و اینا هم خلاص کرده بودن، چون خانهشان فول بیمه بوده، فزیشخونگ هاوس هالز فزیشخونگ داشتن، قرار بوده از بیمه 350,000 یورو جبران خساره بگیرن. حالا مشخص شده 5 نفر از اعضای این خانواده بازداشت شدن به جرم آتش سوزی، به جرم صدمه. هم باید جبران خساره اطفائیه و پلیس بدن، هم 5 نفر اینا زندانی میشن، مجازات میشن، هم خانهشان کلا سوخته و هم هیچ پولی از بیمه نمیگیرن. بر علاوه ای که دیگه مطمئنا شرکت‌های بیمه به بقیه کسایی هم به اسونی دیگه باور نمیکنه، اعتماد نمیکنه. خیلی مواظب از این کارا باشین.